یار دوستان محترم مخلصای افیر امروز که روز نهم باشد از آمازون سفارش شده است و سیمین روز ما است. سیمین روز ما اینجا نه چهارم روز ما است. برای محله دیگ گذاشتن خداوند که ماه خیر و سخاوت و احسان است. خیر و سخاوت کنندگان خداوند دولتشون گرداند. هر کسی که یک میتر در این ماه از 10 تا 700 علی چند روایت است که تا 700 علی چند خداوند اجر پاداش میده. به همون خاطر کسانی سخاوتمند ماه استفاده برند. و اینچنین که مهمون میشوم حتما البته اولا پیش از اون که بچه داخل شوند یک لایک زنم تا اینکه ویدیوی ما را بیننده زیادتر شد، چون خیلی بیننده کم است در اینجا. مولبوزار مسجد یکی از دوستی ما حقی بابرشو کش آمده و این شبه افیری ما سعید حمید سلام مردم. علیکم سلام مردمی یوتیوب کش آمدید میگم شما را نور تاجی سعد همه به سلام ما را رسانید. بابرشاه صاحب مولبوزار مسجد به همین گرد آمدگان سلام خودشان رسانده ایستادند و چشمان ما از این دود خیلی سوخته ایستاده است، چون هوا در سحر کمی سرد است. ما هم گفتیم که در همین گرمی استفاده بریم خود گرم کنیم. به همون خاطر مولبوزار مسجد خداوند مهربان خیرشان قبول کند. آمین یا رب العالمین. موخا موغی سلام علیکم اکو. من نمیدونم شما چی یا خطا نوشتگی باشد. اگر خطا نوشتگی باشد شما رو میبخشم. حتی بینم اگه گپ دیگر معنادار باشد حتما شما را بلاکیروفکه میکنم. دوستان حرکت در این ماه مبارک رمضان دلی کسی رو نرنجانه، چون میگن که مسلمان اون شخصی است که از دست و زبان اون دیگر مسلمان ها ایمن میمونند. به همون خاطر این چیزی شما محفول نشد. میر سلام علیکم. سلام پول دارم گفتم. پول داشته باشه خداوند در پول شما برکتی است. پول شما در جای استفاده شود که پگه در روز قیامت شما پشیمان نشود از رصد کردن اون پولتان در همون کدام سمتی که نباشه. زنده و جاوید مان هر کی نکنام زیست میگه. یه لیمونچه تصمیم باشه اگر تشکیل کنی رودام در کسا جان هم تو نوشم مقصد در اینجا یعنی به خدا اشکم هم گنده در دار اشکم ده گفتم که اگر باشه چابو پر باید پره لیمونچه نمیشه
محمد کریم زاده سلام علیکم ماشاءالله برات بهترین این افطاریه برات جان. نه دوستان افطاری نه بلکه سحری خوری است. اینجا برای سحری خوری کردن و طعام آماده میکنم. بسم الله خب بسیارش کردن. بسم الله رودام دار کردن. یه جا افطار رفتیم چای کمتر بود آب کمپوت هم خیلی چیزی دادیم. اتاقا در بالای شکل اومد. عبادالله اشور و حضرت برکه یا بید برای سخنهای بهترین. السلام علیکم و علیکم السلام. مولان اینجا چی گپ هست؟ اینجا دوستان اینجا برای سحری خوری طعام آماده میکنن. تقریبا چهارم سحری خوری است که برای محله طعام آماده کرده شده تا اینکه مادر و خواهران ما در این سحری خوری کمی استراحت کنند و برای پخت و پز نخسته دم گیرن. البته این برای خوبی این چند خوبی ها دارد همین افطاری در سحری. محمد کریم زاده سلام علیکم ماشاءالله برات بهترین این افطاری برای مولان آش با بیا بچه. مولان بید همه را دعوت کرده شدن برای آشخوری سحری خوری. یعنی که البته آشخوری گفتن این کس در نظر دارند که شما یک طبق به همون سری روزداراتون حساب کرده آمده در اینجا سحری خوری به اوقات گرفته برای تا اینکه سحری خوری کنید و طول روز با قوی این غذایی که در این افطاری میخورید عملهای خوب رو انجام دهید تا اینکه آگاه در اونجا شما پشیمان نشوید. عبادالله اشور و حضرت برکه یابد برای سخنهای بهترین. السلام علیکم. وهاب دانیال سلام مسجد و پیش رحمت مردم خیرخواه. خداوند هر جا که نباشد مردم خیرخواه در کسب کار و زندگیش فراوانی عطا کند. بگذار کسی که یک ذره در این راه خوبی میدهد خداوند 10 چند تا 700 علی چند نصیب گرداند. علی قاضی زاده السلام علیکم جیانی عزیزم چخیر سلامتیاتون خوب است؟ کار و زندگیتون خوب؟ کسب کار شما با برکات عطا کند در این سحر نهم رمضان بله 10 رمضان. البته در شمار روز من یک حنیق نگفتیستم یا 9 روز است یا 10 روز. به هر حال رمضان که میگن که 3 بخش دارد. دهه رحمت که علاکه سپری شد که خداوند همه را به رحمتش گرفته باشد و می آید برای ما دهه مغفرت
که از گناه ها ما رو پاک به سبب روزه و دهه آخرش عتق من النیران میگن از آتش دوزخ نجات یافتن. مولبازار مسجد کدام قشلاق؟ قشلاق سامانیان، چون به مانند مسجد کوهی ایده ما مخصوص مثلا در همین منطقه ما 3 قشلاق است: خودگیف، راگیف، ریاموت. اینجا ما یک جایه هستیم، یعنی که همه از یک گریبان سر برآورده، هم راگیفی، هم ریاموتکی و هم خودگیفی یک جایه شده هستیم که البته این سرجمی خیلی چیزی خوب است. به همون خاطر ما میگیم که محله سامانیان محمد کریمزاده، ماشاءالله بهترین سلام به کلی هموطنان ما مسجد، زنده باشید. سلامان کجا؟ اینجا مسجد. بار دیگر میگویم واحد آدینایف سلام به صبحیدین سلام گوید. صبحیدین بیان کنید کی هستن. البته هر کسی که نباشن خداوند نگهدار اون کس باشد. اکوی صبحیدین ملا حسین صبورو السلام علیکم همدیاران عزیز، الله از شما راضی باشد. به همه سلام، زنده باشید. مولبازار مسجد ای آش دم کردگی ایخه علا بلند دوستم، چرا یک پاور سوالته؟ این چون منم کمی پاوری کردگی هستم، اینا نوکک برنجش ریختگی هستم، برای خاطر اون آبش کشیدن به همون خاطر علاوه کمی بلند میکنن. این آخران علاوه است و با همین تصویر این لخشی های زیری دیگ اوش خدا خود تیار میشد. میتونین از 3 مشسکه ساعت 3 حاضر شویدن اینجا برای سحری خوری اوش برای دوستان. مولبازار مسجد کسانی که ابونه نیست در کانال مولبازار مسجد، چون این کس برای من همچون یک استادی به حساب میروند، چون من این کسی دیده به همین جاده یوتیوب دست زده هستم و کانالشون ابونه میشه. البته این کس پادپیچکی خیلی زیاد دارم. منم تقریبا از سال 2020 است که 12,500 پادپیچک دارم. البته 60% بیننده های من مرا به ابونه شدن تماشا میکنن. اگر علاجش باشد کسانی که ما رو نگاه میکنن حتما ابونه شوید. علی قوزاده سلام سلاوات کی به همه امک جان. رحمت برادری قندیمو، از نام خودم خصوصا اکوی نرزیبیگ سلام میگم. همچنین اکوی محمد امینه مهمونای امشبه ما از دیار غیر. بابور جان سلام مولبازار مسجد، زنده باشد محمد کریمزاد و اینچنین بابور شاه. الحمدلله رحمت اکا جون به شما هم، زنده باشید. رابط داون سلام به شهرت اکا، زنده و سلامت باشم. رفشنبک سلام برادر، بهترین کاری خیر خداوند در همه شما راضی باشد. ما از وقتی ما دعا کنید خداوند مسافری ما که نه تنها انگلیا، پولشا، اسلواکیا، نیدرلندیا، گالندیا، امریکا، روسیه و هر جا که نباشن به مثل ارکه خدا اکیر جمع احمد همشون خدا نگهدار باشد و در پناه اسمتش نگه دارد. بگذار در این ماه پربرکت اویلیکه آنها که برای کار رفته هستند 10 چند و 100 چند گردد، زودتر پلانی آمدنشان به وطن اجرا شود و باز گردد. قابل جان سلام علیکم. علیشیر پولات سلام برادران مسجحی و علیکم السلام. 9 نفر لایک موندیان، 31 نفر بیننده. در طرف دست راستی تلفن شما گویم یا سمارت فون شما
در بولو 3 نقطه است. اون 3 نقطه رو پخش کرده در رازدل یشو رسمی لایک و دیزلایک است. اگر به شما خواه دیزلایک خواه لایک معقول باشد، اگر یک تا گذارید تو اینکه بیننده های ما زیادترشان لایک های شما رو دیده. روبه دان خوابش نمیبرد. کیرا خوبل جان شب همتون بخیر باشد، زنده باشد. که خوبل جان واحد آدینه صبح الدین باقی کس میکاری اکو صبح الدین برکت این کسم یکی از شخصیت هستند که نوار بردار هستند. به نظرم در کدام کانال تلویزیونی خدا در قسم کارشون برکت یاد ایلایم با قلوهای بلندی از می کاری کسبیشون برسن. انجلینا لینا خدا برکت یاد برکت یاد. با مناسبت رمضان حتی همین روس زبان ها نیست، با زبان تاجیکی سخن کرده. انجلیکا لینا مول بزرگ ماشاء رحمت خدا برکت یاد. بهرام مسجو به پیش. السلام علیکم مردم مسجو، رمضان مبارک به همه مردم مسجو، زنده و سلامت باشید. مول بزرگ مسجو و علیکم سلام محمد اکو، خدا نگهدار شما باشد. محمد کریمزاد برای مایم دعاگوی خوخی مسافران لاتویا. البته من تو اونجایی که توانستم در ذهنم اومد همون دولت‌های غربی را گویم نامبر کردم. این چین با مردم لاتویا نیست. خداوند کسم کار شما برکات عطا کنه. و این چین با اکا سید احمد که طول 4 روز است، 4 سرخری با همراهی محمد یوسفی زاکرزاده که برای آماده کردن همین اوش تمام قواشون صرف کردن تا اینکه اوش خوش لذت آید مردم دعای جون آنها رو کنن کوشش کرده ایستادن. ابوبکر سلام چی گپه؟ ما رو ملال نمیکنه چون شما سوال میدید، حتما جوابی شما رو میگیم. در محله ما در مسجد البته راستش رو گفتن در کار، چون ما از مردم خوجندی تعصب کردیم که میگن که تعصب چی به جای رسیده است و حسد چی نه که مردم خوجند همین کار را میکند. ما هم از آنها الهام تازه گرفته در همین رمضان تا میتوانیم برای مردم از این محله سامانیان طعام آماده میکنیم برای سحری خوری. دانیار بگ السلام علیکم یخشیمسیز قشقدریادان سلام برکت تاپین. O'zbekistonlik birodarlarimiz xush kelibsiz. Robetdon shu man Adham. Assalomu alaykum. Shuratako. کمی دردش باشه. حمزه ولی قربانزاده این اوش در کجا کرده استین؟ البته از لفظ شما اون چیز را درک کردیم که شما از طرف جنوب هستید، یا در مسافرت یا در همین دولت هستید که برای شما این اوش نمیرسد، اما امید میکردم که برای شما نیز برسد. اوش سحری خوری برای مردم روزدار. از این جوانایی که در دستشون تلفن دارن خواهش میکنم که اگر تیک تاک داشته باشن، اگر در تیک تاکشون یک افیر سرتیان برای کانالشون البته فایده میده، چون پادپیچیک زیاد میبیاد با سبب این کاری خیر. برات سلام علیکم برادر، اینجا کجای وطن؟ اینجا شمال تاجیکستان عزیز ما، ولایت سوق، ناحیه مسجد، جماعت مسجد، کلخوزی یا اینکه اسوسیاسیون خوجگی‌های دهخانی سامانیان. دانیار بگ اکاجان قناقه مراسم bo'lyapti. Bu oy Ramazon oyi xayr va saxovat oy. Mana bizning mahallamiz shunday niyat qilganki, har ertalab agar quvvasi yetsa bir qazon yoki 2 qazon osh pishib Ramazon ro'zadorlar uchun osh tarqatyapti saharlikka.
اکرم ملک قاسم این مردک در 3 جای تک‌جویی هستند، از تاشکند، از محله موسومانی و اینچنین از مسجد کوهی در دیار زیبا منظری ریوامودک. یکی از بهترین مکان‌های مسجد کوهی که ریوامودک است، چون من یک بار رفتم لیکن جای خوشرو بود است، همونجا رو دیده بودم. یکم و همونجا هم زندگی دارن. کسی که اکار میشناسه حتما در حقشان دوگو اگه سخنی خوبه گویم. همچنین در نزد بازار بعضن سیب‌های تر و تازه مسجد را میفروشند با نرخ‌های خیلی ارزان نسبتاً از دکان‌ها دیده. کسب کارشون خداوند برکات عطا کند. البته نیتم برای سیاه کردن اون نبود. دین یا جو افطار رفتیم خونی بوجان یا ایت کردیم یا دستاخون ما درست کی اکر رنگ رسیده. عثمان اینجا کجای براتشکا؟ ای براتن خودم اینجا مسجد است. ناحیه مسجد کوهین ارکین. السلام علیکم، خیرتان الله به درگاهش قبول بگرداند. آمین. ماشاءالله. زنده باشید. برای دعای خوبتون یک جهان تشکر. برکه آن کسانی که برای ما یک استکان چای لیمون چای دادن برای شفای درد شکم. زنده باشند. نه بس که هم با آخوت خورم بسکه اونطوری هم میکنید انشاءالله خیر احسان مروت لرزدن الله درگاهیده قبول قلسن. همه در انگیزگه قرشیدن سلامlar الله اوزو کلسن به پیش. رحمت قرشیlik برادرlarimiz اشکوری برمکه چی بنه درگاه خصوصا مردم مسجد با مهمان دوستیش در همین کشور عزیز ما نامدار شده است. میتوانید مرحمت کنید، چون اگر شما مسجد کوهی روید اینجا خصوصا مسجد کوهی با همین گونه مهمانداریش از همه جای تایستان مشهور است. چون وقتی که مهمانی میرید یا که در همون مسجد کوهی و گذر میکنید، هر یک مردمی مسجد کوهی چی وای باشد چی کمبغل مهمان خانهش مخصوص برای مهمان است. مهمان عطای خدا گفته هر چیزی که دارد در پیش پاتون مرم در قدماتون مرم گفته زاری کرده بازیافت زندگیش برای همون مهمانو در روی دستاخونش آراسته و پیراسته میکنه. این چی ما نیست از همون نسل ها هسته میتونید آمده ما مخصوص برای شما حتی شویفسکی ستول آماده میکنیم تا اینکه شما اینجا ششته تناول کنید. البته رحیم اشکوری بریم خواندیم. عبدالصمد عوض باری دیگر السلام علیکم به اهل مردم مسجد. از نوار شما خیلی لذت بردم. خدا خیر و مقبول گرداند. کمینه از ولایت تاشکند. برکه آید.
مردمی تاجیک زبان تاشکند و اینچنین برادرای ازبکی ما خوش آمدید. نوری دیده تاجی سر. این تمنیات شما مردمی تاشکند. بک این آش حاضر پخته است. بله دوستان شما نگاه کنید پراموی افیر است. چون وقتی که پراموی افیر می شود همون خودی همین حاضر شده ایستاده است. حاضر در منطقه ما ساعت و وقتی تاجیکستان 20 کم 2 است. امروز 10 کم 2 بخشش می‌پسم. همین صفر نام همین سو برای من مشکلی است که هر بار فراموش میکنم. چون در نمارها من وقتی که مال مسجد نوار میکنم یا اینکه 2024 میگم یا 2000 نمیدونم خطا میگم. خلاصه بعد دوستانی ما درب البته خطاگی ما رو درب اصلاح کردیم. میگن که تو مثلا کلت همین این فلان وقت تو در جای شما میخواد گفته هر گپ های وای میزنم. دیاربک oldingizda xizmat qilgan aka ukalarga salom ayting akajon. Xo'p, mana hammatona Diyorbek az xudi Qarshi O'zbekiston salomi xudishon garm jo'shonshon rasonda istadim. Xususan agar mehmoni ma albatta dar mahalli ma budan ne ki imrozha ba diyori g'arb ba suy rayon ko'chida raftagi hasan akam mehmon hasan dar in توی گردی دیگیمو خوش آمدین نوری دیده توجیسا. توی می حاضر توی عروسی می ندستم توی عروسی می اینجا آشی سحری خوری سحور میگم در زبانی عربی یعنی که آشی سحری خوری ببینه که چخیل یک حول دارد و من نظرم این آش از دیروزه دیده خیلی خوش لذت تر هست دوستانی عزیز. درکی خدا از ساعت 12 این جانب در نزد ما قرار دارم برای خوردن آشی با لذت اکای حاجی سید احمد و محمد یوسفی زاکرزاده کسب کاری هر دوشان و بگذار خداوند اکالا جمع احمد دادا جان مترک که خورم دلم به کشنگی بهدل شد. البته این ارکی خدا هستن چون خودشان با این پرویزش بیم معرفی میکنم میگن که من ارکی خدا هستم. خدا خواهد اوش پزد یادن هفته دکترگان دم خورم با مگرم میبر خوردن هایو بردن نه خود گوش نده بچی به گوش نده. بهترین چون 21 نفر لایک است زده است و 19 نفر بینند. بک عادتی خوب داشتگیتان الله روزه نمازتان قبول گرداند. داشتگیتان این به نظرم شما از غانچی باشید در کار یا اینکه از اشتی شریف. خوش بختر کن شبو او بخير پنجکین با ما یارو برادر چون هم پنجکین هم مسجد کوی از آبی شیرین و مصفای دریای زرافشان آب می نوشند. اکای امام علی چون فیرم اصل دارن در دوشنبه اون کس وجه تغییر یافتن. یا پاشی کردیم با بهش بده. خوش خیلوم ده کرد جماعه. خوش خیلوم ده. خوش با مدینه اومد. نه دعا کنید در حق پورو.
doğru su kırıyor, yöne girer, doğru su kırıyor. İmam Alişan چیکار داره؟ چیز کرده؟ همین گفتی که اونایی یاردم میته من ماشین زبدید کنم بیارم این شما میخواین نگاه کرستی Abi, که دارمش آخه. دورت با خواهد گفت زنید و اگر اون گفت های پس پردگی شود دیگه میکروفون دیدن میکنه این کس تجربهشون دیگه هایده این کس هم یوتیوب کانال دارن حتما کانال تون رکلام میکنید یعنی بی پول برای شما رکلامه شوز گم میزن. گوه نام کانال تون گوه نه انتخاب کردم. شو کنم اینو خدا. آه دم کانال برای رکلام کانالاشون هر ماشین زدید کرده بیام پیش ها ما شما حتما. حاجی رو هم بدم حاجی رو هم بدم حاجی من رو نه جاش بابا چه کیمیش که اسوده داگیوفای نباشه را داره زیره جلو لیزم بابا. ابو شورا داگیوفای نه من نمیگم دیگه نمیشه کارو گوشت کو نه گوشت گشت بله بله بلا گرمشه سال hoy megum o dentro Lu Sanesta, ma quando si gioca, un po' Atilo Mama Ne non sa un cacese Oştu nane gibi takip ediyor. من بلاگر نشم چیزی سر اولی Şans oldu. Yaşlı ne Ya Ruzu, diş olan Zime ne girişti daha güzel o zaman. Tamam aslan gir.
سه روز 4 روز یه بار ایکی دیگه عقیق نشتن یالا گم خورد نگفتن سین مرادم شاهیده با سومت رو بلو نوی بگاه بس کرد و پنسول اومد دادر شاید کن بگه نیست نبیام نوی مونتاش چیز خواب دیدی؟ خواب کردی بیویش گرمم رفت بیو اینا هر وقت کی؟ اگه ملاقم خدا؟ نه هر وقت نه ای بود رفت هر داشو تنها رو بیویستی بابا یخ رفتم ما خیلی هر باشه بو مخیر ده باش سر کردم سر نخره بس سر کردم میشه هرکس شروع به خواروش مالیه تحمیل مالی هم سفر داروش دادیم مالی بود دارو میکرده وای خوش گل یعنی کی دار میشه خوش خام میخوان خانه یا کرا که خونه ترگده گروه بودم باز نفره سوشته بعد سدی شما اما رحمت هستم دفعه قاتلمون بک کردیم بله با اون کنسه عروض کرد رحمت خانه دیر اومده برش گیری یا تیری گیره درام شده اتمسفر نشد اون هر دو رو بکنن آپارا آجارا دستاتون پا کنه دوباره کی؟ نزد حالا خود اینو کن نون بالای تیگه انداز کنه دیگه آخه جا نسد را داره رحمه کسی رحمه الان تداله چه آجار برد بگوش گوش های من گوشتار دیدم گوشتا را خوجی ما خوجی نیستیم ما فقط میپدیم
کم میدهشون نمیشه پیش کسی بابای مرزامون سیفالله نظر محمد نه وای مرزامونه وای مرزا کردی بردم انتقایشو کسلن اون دکانتر وای بود مقصود آدم وای بعد نیمه مرد خوب انتک کنتان هم کنیم گوشت گیره کنیم که 700 تو من روزی نمک کنید دیگه شما سیگر نشید تو اگه گوشتار بود دوباره لباسونه چسبیده 60 کیلو راست میگو نچسبیده ها نه راست میگو بخدا گوشت گرفت نچسبیده بو کفگیر مایدید بیا کفی کی نولی لبک سرشن کنم اونا را زکات کده الکترون مرابی تو کارانی رو اینا بلوگ چای دستاده یا بخار اینا دور هستن با اسیستنت های مو که طول چند رفت که اون نبودن ولی که آدیتور گریزوندن علی قاضی دستم در نکنه دستم سوخت دیگه دستم در حلاب سوخت نه خلاقه در دوزخ بودی نمیسوزه دوزخ نمیسوزه ای دنیا سوزه خلاقه نمیسوزه خیلی دو تا دوشه لیم ستاله چه باید الله اکبر درکی پاورم یا دو کنه لیم بابا ستاله چه باید دو تا هم با دیگری شونم اکی بیارم دو کنه لیم ستاله چه باید دوی نازگی دارد که بک کارتوشکی شما ها نمر یک بله مسجو چون صاف اکولوژی است اما خاطر رقم یک است бикеш плов готовите да плов готовим для завтрашний пост Рамадан муборак с праздником али qozi да плов бек این osh برای چند نفر این 63 کیلو دوستان خودتون представить برای چند نفر میشه 63 کیلو اینجا ما عدد آدما رو حساب نمیکنیم چون این osh همین ساعت 3 به وقت تاجیکستان تقسیم کنی رو آغاز می‌کنیم تقریبا 15 دقیقه دیگ فقط تگش میمونه انا برکی آمد اکر جمعه جور خالی کرده خیلی خوب کرده به تهور دکترای یک دیگه
اگر بگین اوش برای یک محله میرسد ولی علی قاضی مطرب جان گپ زنید تو من نبودم این مطرب همین جان که در شکمش رنگ سرخ است اون کس دوام دادن کاری ما یا محمد گپ زنید یگون تا هاتون هزار رحمت красавчик Анасхон Каримҷонов нима бу ош мебале дӯстон бу ош саҳарлик учун рӯзадорлар учун тарқатамиз бу маҳалламиздан Тоҷикистондан Абдулмуддассир и куҷода ош шимоли Тоҷикистон вилояти Суғ ноҳияи Масчо Заза бием ошхӯр бия чӣ бане гуфтам ки мардуми Масчоҳи мо меҳмондӯст аст омадан гирӣ овозат нест ку чун ман набудам навакак омадам агар ҳоло ҳам бошед Заза хуш омадед Абдулмуддассир и барои сархӯрӣ ҳа бале о Абдулмуддассир мон як мошин омадестем оша марҳамат агар аз мусофират омада истода бошед дар ҳамин роҳи Ойбек ба самти Платина мегузарад ку ба мо хеле наздик аст тақрибан 500 метр роҳ аст то ҳамин деги мо аз ҳамин роҳ о куҷо охи бед мегӯянд адреса наметед адрес ман барои шумо пурраша мегузорам адрес ноҳияи Масчо ҷамоати Масчо яъне ки участкаи 1 баъд аз дуюм участка мешавад аз тарафи Ойбек агар биёед агар аз тарафи биёед баъд аз Камсамол площадка хонае ки дар зери кӯҳ ҳаст баъдан ҳамворӣ мешавад онҷо хонаҳо мешавад Али Қозизода Масчо маъқул каред Заза гап нест акаҷон раҳмати калом мо дар ғарибием зинда бошед мардуми ғариб тамошо кунед ба хеста барои худтон тайёр кунед Абдулмумин Сайдалиев ҳоҷии куҷои Масчо Гулҷони ош дар ҷо дар Масчо Заза ин оша дар Сомониён минтақа якум Масчо ош дар ҷо бием ҳаҷои Гулҷон ви дар ғарибӣ дидам дар ғарибӣ гашта гашта ранги сахт зард овардаам видео барои ғарибу یا من گوشتم یا آش به گوشتم آش دومتیم در آش
بگن چه چوب شیرالی السلام علیکم از مردم مسافر شهر سورگوت. اپروس مونیم یک گل است برای دستگیری. البته اینجا میتونید اگر همین کوره ما به شما پسند آید دوشنبه سیتی است برای دستگیری شما برای میگابایت هایی که ما از خود میدیم در اینجا میتونید بگذار 1 سومون است، بگذار 1 روبل است یا 1 سنت و دیگر نمیدونم مشکل پول است، میتونید یک دستگیری تا اینکه مو گلجان سازی خوبی چال داری، دلم گم زدک. احمد الله اکی خوبی زازا گلجان خوبی جان وی گلجان خوب نمیره بیا خودمون هم تیار میکنیم. نه اکا افیر بود کرد پایان کردم اوش دیدم خوبم پرید بهترین. گلجان شما برادر هستید یا که خواهر؟ زازا دوگو باشید. قابل جان گلجان در کدام شهری؟ فهمو گلجان مسکو ده مترو وی اوریسی را به رحمش گم زده وی توریستان ده اکای قابل جان عبیدالله ایدیزاده ای اوش هر شب هست اکو 4 سهر است کرده ایستادیم و حاضر دوامش هست. منم مسکو دایم. وین گلجان کی رفتی تاجیکستان؟ نه اوش میگم. نه این اوش وایده مسچو. بیاین خودمونم تیار کنیم اوش در مسکو بهترین میشه. عبیدالله ایزادی اوش هر شب است. اکو تو توان داره میشدم اینجا اوشی زور شده حواسم کرد بله بهترین اوش منه اوشی توی یاد کردم نفس اوش توی دیگر خیل این هم اوش توی هست همین پورو ما همین باعث رحمت چون ما بچه کودکو یاش بودیم تقریبا همین 10-12 ساله به یاد دارم. شاید این که از اون هم دیده پیشتر اوش میپختم برای محل ها در توی معرکه ها. ماشاءالله افسریده میکنیم زور گلجان به خدا یاد کردم. خب گلجان بیا منم اوش کردم. خوش آمدید مردم افیر چند سومه یا لگن اینجا به پول است دوستان. اگر بیاید میتونید تناول کنید چون کدام این چیزا پولش دادگی است از حیث خورنده ها. این اوش برای فروش نیست برای خیرات. همین دیگ تقریبا 3200 سومونی است. خیلی میکنم بله. و دلبیگ نرزیف سلام خواجم تینجت خوبه برادران سلام گوید از جمله حاجی بهرام. زنده باشن حاجی بهرام. های مراتون خوبی خوش برادر عزیز قابل جان گلجانم شما هم خوبی خوش.
نه آش دم کردگیشان نه این آش اوجه از دم برآوردگی اکو ساعت میکنیم ساعتی 3 به وقت تاجیکستان تقسیم میکنیم این آشا البته اون حالت ما بنوار نمیگیریم لیکن تو همون حالت هستیم مولان بک خوبه مولان بک نمیتوان لیکن به نظرم اون کس دیر آید و شیر آید اون که خدمتشان سهم ارزانشان در این محله آن است که این دیگه میشویم سفر حکمت یاد کردیم نگه بهترین اوشه اوشجان اینا اوشجان میگون البته یک به یک نیست نه که به هر حال به گوشتش کم باشد مثل مزه اوش یک به یک است این که اکو صبح‌الدین باقیف این که از نواربردار کانالی بهار جهان نما اکو سید احمد حاجی سید احمد هستن قاضی و این چی محمد یوسف وای اوش چپوتی همین گلجون منم روید نه خدا خواهد لوچره موندن در جای ما همین تنوکچه لوچره میگن در زیر تقاره کلان او را محکم کردن تا اینکه قبط به قبطش لذت گیره خوشخری میره مکم بیایید برادر این در کجا هست سفر من در شمال تاجیکستان ولایت سوغ ناحیه مسجو جماعت مسجو منطقه یکم یعنی پیر دیار ما حاجی اشیر محمد خداوند در عمر جانشون برکات عطا کند در قوت جوانای ایستاده یعنی که همین کار دستگیری کرده ایستادن خدا نگهدارشون باشد عمری پر برکتشون دهد الهی سایه‌شان از سر فرزندانشون هیچگاه دور نگردد بله میتونید به حاضر بروید کجای میخواید روید دوستان ما خرسند بودیم که طولی تقریبا 10-15 دقیقه با همراه ما بودید اکوی قابل جان خطی برادر یا اینکه خلاصه گل جان اموجا میشیدیم می آمدیم اکم مسکو دیم خداوند مسافره ما را که در مسافرت هستند در مسکو در سنت پترزبورگ در همه گوشه کانال فدراسیون روسیه بودگی ها با خداوند تن و جانشان صحت گرداند الهی در پاهاشون در غریبی ها خار نخلد آمین گلجان آمین زنده باشید مردم غریب که چشم تمام پدر و مادر زن فرزندان به سوی شماها چور از خواطر هستند پای شما خور نخلد و ساق و سلامت و مستغنی به نزد زن و فرزند و پدر و مادر بازتان گرداند و تایستان عزیز ما را آباد و زیبا و گلگون گرداند این هم همیشه تینجی امانی آسایشتگی در دیار عزیز ما پایدار باشد رحمت قابل جان الله نگهبان اکای قابل جان زنده باشید سهم ارزنده اکای مرادبک در اینجا است که برای همه برابر کرده گوشت تقسیم میکنه
خدا خواهد انشاءالله گلجان اجداد کنید اوشا. شهلا میرزای و اینجا کجاست و چی گپ است؟ اینجا خواهر عزیزی ما شمال تاجیکستان ولایت صبح جماعت مسجد نوحه مسجد است دوستان و برای سحریخوری مردم محل و هر کسی که خبردار میشه این محدودیتش در محل نیست بلکه در همین دیار ما دیار گلگونشکفان ما مسجد است. کسی که خبردار شود اومده نصیبش میبره. اینجا ما مخصوص نمیکنیم که برای فلانی ها میتیم برای فلانی نگفته بلکه کسی بیاید و گفت روسایی که اثبات کنند اگر سهمش گرفته میره. قابل جان همراه گلجان که هرچند در فدراسیون رسمی مسکو بودن خوش آمده چون میگم نور دیده تاج سر اگر رفتنی باشند از افیر ما که طول چند دقیقه افیر ما رو گل شکوفان کردن پناهشون به خدا. گلجان و قابل جان شما هم میتوانید در همینجا نوبت گیرید برای همین کار خیر ده. چند کیلو برنج اکجان اینجا 63 کیلو برنج است تقریبا 10 یا 12 کیلو گوشت 90 کیلو سبزی 20 لیتر روغن سفید پخته و روغن دنبه زرچوبه زیره و همین گونه لیمون همین چیزا در داخلش آمیخته کرده هستیم. تقریبا همگی 3200 تا 3500 سامانی میشد با پول تاجیکی ما. عادلبک نرزیف رئیس سلام گوید زنده باشن آقای رئیس. حاضر تربوز می بیارن قبولشون کنن رئیس گم نیسته. عادلبک گفته حاضر کدام تربوز می آورده قبولش کنه. خوشخورا اشتیای تام رحمت دوستی عزیزم قابل جان. اینجا مثل شما برای این شخصیت های سخاوتمند سهم دارن اویا مثلا میگن که مور دستگیری کنید در همین قبض مورم جو کنید تا اینکه مورم از فضای رمضانی از سخاوت و رحمت پروردگاری با نصیب شویم. مورم سهم اختمار رو گذاریم. گفته تربوز ایجا در این وقت دوستم همین دیروز خودم در همین رایون گویم در همین ناحیه رفتگی بودم در نزد یکی از دکان ها در درون یک تا پلاستماسین یشک ها تقریبا 5 دانه تربوز ها بود مانندی از همین چاینکی که دیده ایستاده خورده. عادلبک مذاق میکنی؟ نه دوستان نه وای آدم مذاقچی نه دوستان. عادلبک در همین دیار زندگی میکنن سهم ارزندهشون خیلی خوب است. در آبادی دیار خیلی یکی از پیش صف ها هستن برای آبادی دیار و محل. اولین ها شده چی گویم کمر همت میبندن. شهلا میرزا و اینجا چی گپ است تو کار میکنید لطفا فهمونید. شهلا خان میرزا و اینجا برای سحری خوری روزدارها در محله ما یک دیگه محصولاتش 65 کیلوگی است.
اوش آماده کردی سودیم برای هر کسی که در این محل در محلهای دیگر فهمیده آمده برای سرخوریشون اوش گرفته برن. البته این اوش از حساب دوستا میشد، دوستا معلوم نه. اگر شما هم خواهید در اینجا سهم خودتون میگذارید. تربوز میخوری دهانت تلخ میشه. اکنون ما روز دیگه هم نخوریم چون هر یک مفصل منده همون محصولاتش لذت خاص دارد. البته حاضر بر وقت است، شاید از کدام گرمخانه باشد تربوز، لیکن من خودم دیروز دیدم. گلجان بیاین. بله اکی قابل جان، به نظرم همین شما تا آخر میستید همین نواری ما رو تماشا کرد، چون چندین بار است که همراه گلجان خیر خوش کرده سالیده با میبینم که حال همش داده. فرهاد ترسونو السلام علیکم. و علیکم سلام آقای ترسونو. Брат, что там плов? Да, брат. Здесь плов готовим для завтрашней пост Рамадана. Уже 4-й ночь мы ставим такой большой казан, чтобы раздавать между нашим махалла, короче. Или кто-нибудь, кто узнает об этой казан, придет, заберет свою долю, чтобы завтрак у него был со свежим пловом. گلجان ادرسات من تربوز دستافکه میکنم. زنده باشی. من باور دارم از این گپ‌هاش. عادلبک چلوک سلو هستم. چی معرکه های؟ باری دیگر میگم برای سرخوری تقسیم میکنیم. فرهاد ترسون это где Душанбе? Нет. Это северный Таджикистан. Сагдийский область, Мачинский район, первый участок. Джамаат Масчо. محله شما کجاست تا سهم گذاریم و چی طور میتوانیم گذارم؟ در افراز من برای دستگیری گفته ماندگی است. اگر کسی سهمگذار باشد بگذار 1 سوم، بگذار همین دیگ به کله میگرفتگی باشد. اگر این دیگ تقریبا از 3.5 تا 3,200 تا 3,500 سومانی است و میتونه بگذار 1 سومان هم باشد. اینجا دوشنبه سیتی گفته گذاشتگی هستم. من میتونه در اونجا در وقتی که اگر مواد سهمگذار باشد می نویسید که در اونجا که برای فلان کار گفته کامنتار میکنید. Кастус Калиновский, хороший узбек. Нет, тут Таджикистан. Сосед Узбекистана. У нас граница между Узбекистаном. У нас обычаи почти одинаковые с узбеками. Фарход Турсун, машааллах. Фарход Турсун, молодцы. الله برکات بده اکاجون خوبل شهلا اوشتا حواست رفت. چند گفت که خوف نیسته؟ نه 10 کجا کی از نیسته برباره؟ اولش کم تا. در کل شما دیگه پشت خوبل جان شهلا اوشتا حواسم شهلا این کاری ثواب است. چرا که نه؟ بهترین اگر ما شما دستگیری کنید در این رقمی گفته من میتونید سهم خودتون رو گذارید و حتما در کامنتارش نویسید برای چی. اینجا من افراز هم برای دستگیری انامین نوارهای هرشبینه هم گفته هستم و اگر شما در این کار سهمگذار شوید
نویسید در کامنتر جا که در واتساپ دارم نویسید که چکش پرداخته که گوید من فلان کار با همین مصرف کنید گفته. و دلبگ نظر اکا ملاجمه را چای تید نه چای سر وقتی لیمون چای هست برای اکی ملاجمه منه مرحمت رحمت سلامت باشن هر جا بینن آمین همین دهی اول با سرشوی دهی دیون با بله سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نه من عشق رو دوست نمیدارم. اگر شما دوست ندارید میتونید به هر حال هیچ کس شما رو من نمیکنه. قبول گرداند الله خیرتان گفتن قابل جهان زنده و چی باشه اهلا اکا کارتر به نام کی میبرد قاضی محمد خوجا مولا حسین صبور خوجم التماس سلام مرا به ملاجمه روسی رسانید. حاجی اکه ملاجمه شما رو مولا حسین صبورов سلام بیار کلام همچون ملاجمه روسی شما معروف بوده در زمانهای پیش حاضر حاجی جمعه هستید سلامتان گفتم ماشاءالله شبای خوش همتون ده الله نگهبان آمین آمین. ماه تجارت با پروردگار است. هر کسی که در این ماه کسی رو چیز میدهد البته بنیت نیک خداوند از 10 تا 700 و چند ثواب میدهد در ماه مبارک رمضان. این خیلی کارتا نیست میگو کو چی با هست یا همین اپروس که 92 3 تا 1 91 82 ممکن که امرویا نه چرا دوشنبه سیتی با هست این 92 3 تا 1 91 82 هست دوستان. همین با اینچنین واتساپ هست میتونید همون چکتون پرتوید سببی دستگیریتون در آن جزده نید. البته در همین کارت در توریستان ما همین پیلوس 992 نمیزنند چون تنها همین 92 3 تا 1 91 82 میزنند. اما شما اگر که در مسافرت باشید شاید همین کار چون شما مجد نرود نیستید شاید همین خیلی شما و دلبر مزاق میکنی قیامتی کدام 24 سومونی را در کارتای ما گذرانید. سبشنش اومد دوستان. البته کامنتر دارد همین چیز میتونید در اونجا نویسانید که مقصد سبب دستگیری شما در کدام بابت است. خوش اکا تمام 24 سومونی من پگاه خدا خواست سهم شما در همینجا میرد بگذار 1 سومون باشه.
تمام. Uktanbek G'ofurov, assalomu alaykum, Sankt Peterburgdan. Va alaykum salom Moskvadan Sankt Peterburgliklarga. Чӣ диёфтам ака? Тамом. То назана намеброя. خوش برای دستگیری اگر جان وقت یک کلوک دا میکنید گلجان نفهمیدم جکی چند اوشی پلاب و بیو بچه مرحمت الله از خیر یکی شما راضی باشد شخصانی که همین کار خیر در شریک هستند آمین پرویز فتای و سلام اینجا کجا با شیرینر زنده باشی برادر عزیز ما ولایت سوق ناحیه مسجد جماعت مسجد می 14 نفره که ما را عین زمان نگاه دارید در طرف دست راستی اکران شما در بالا 3 نقطه است 3 نقطه را پخش کرده و در آنجا لایک و دیزلایک میبرد خواهد دیزلایک زنید خواهد لایک زنید تا اینکه نوار بیننده زیادتر شود پرویز فتاحی رحمت برای اسماعیلی چندمش است که یکم دوستان پرویز فتاحی یکمش است که کلخوزی سومونیون زنده باشید شما هستید شعری نربستی عزیز من یکمش است که پلداره که گفته شما در منطقه سیوم است اگر کلانترین با کدام دیگر 24 سومون دیگر دستگیری کرد البته سبب این دستگیری را نویسید اگر در اینجا ننویسید اگر بگذار در همون رقم واتساپ است میتونید در اونجا گوید که سبب در چی چون در اپروز من برای 2 چیز موندگم این چیزا کسی دستگیری در سهم خودش میگذاشت در همین دیگ با اونجا و این چین کسی که خواهد که همین نواره من هر شب هر بار که همین چیز میشد برای مثلا اینترنت پولی یا برای اون چیز دیگه در همین کار نه دوستم نه تبوش نه پلدارک اینجا سومونیون بابو بله بابو ساعت چنده؟ مولا ساله این شبم سهم ارزانتون میگذاره زمینی تشکیل کم در گرم شود من خونکو وردم زنده باشه پیرای دیار برای خاطر سحر خوری آمادگی هستن چون در خانهشون شاید فرزنداشون در مسافرت ها باشن آماده برای سهم روزداری خودشون آماده اوشی سحر خوری میبرن من حاجی سید احمد
Mirza Aziz. Aziz Mirza Aziz این کس در زمان شوروی در فرمه عوض سهمگذار بودن در اینجا. البته این آدما بزرگ شده هستند. در میانه نشسته حاجی اشرف محمد این کس در این دیار همچون یک استو معروف هستند. و این حاجی عظیم بوی این کس در این دیار همچون مسافرکش سهم فعالیت میکنه. و این پیر دیار گویم حاجی سید احمد طول چندین سال است که من از خوردی هم میشناسم. همسین سال همین کودکی جوان و یا کمی کودکا بودم و اینها در این محل دیار فعالیت میکردن. کدام اولاد؟ این اولاد ها صف مثل ریامود که خودگیف و راگیف و دیگران. زنده باشه دوستان عزیز. ما طول 1 ساعت 20 دقیقه است که با ما هستید، در و برا کردید سادید. چی رفتگی ها چی نو درآمدگی ها همه تان خوش آمدید میگیم. نور دیده و تاج سر. پرویز فتاحی خوش آمدید بار دیگر. پرویز فتاحی من ای پنجکن از مزار شریف شعر نر. زنده باشد مردمی پنجکن که با مسجدی ها یار و برادر هستید، یعنی که همسایه هستید. چون هم مسجد کوهی که ما اصلی مسجد نو از همونجا آمدگی هستیم، با پنجکن از دریای زرافشان آب می نوشیم. البته نواری ما تا کشیدن اوش میشه. وقتی که اوش کشی را آماده میکنیم ما الکی با شما خیر و خوش میکنیم. و هر کسی که میخواهد در همین نزدیکی ها هست و همین نوار میبیند ساعت راون 3 در همینجا شود تا اینکه سهم ارزنده خودش به نزد روزدارهای خانه‌اش یا اینکه برای خودش ببرد و استعمال کند. دعای جونی همین شخصیت ها را کنند. البته اینها برای دعا نه آنقدر زار هستند و هر حال اینو سوداشون با بالا هست. اگرچه مردم هم نداند صاحب این کائنات میداند.
همه چاقو پر یاب کرده گه چرا تو دین نیافتیم چای خوریم با بریم خوشه همین پول همین بیار چالقش بیار دستان گیره پر یاب باش کنه بیاره مونه تا قرص جوشه اول او باش دام ترموس ریزه بهترین خدا خواهد این سال بیایید مرحمت به سمت پنجکن میروید که اینجا اگر دانید بینه سر گفتگی جا هست از همونجا میگذارید در طرف دست راستان یک کانال هست و دستی چپتان هم بینه سر از ازرای کمی بالاتر باید اگر همین محلی مو هست میتونید اگر در همین نزدیکی ها باشید این سال هم مرحمت برای تربوزای شیرین یتیم چوخی نه سال بوده یکنی ساعت میشه درمده برمتو جا میبرم 50 تا میفرم 30 تا میفرم 17 تا میفرم 1 تا خیلی که هر کسی که میبید خوشم بودم خوب شده تربیز پنجکن میشم تربیز فتاحی من تربیز یتیم چوخی رو میکشونم بخورم سپانسوره کانال ما میشود تا ندارمده ایستادم از قبیل شادی محمد زهرالدین الله احسان فیضی و دیگران رحمت گم زنده باشید علی قاضی زاده سلامت باشید جان و همون خونه رو زنگ گوم و مسئوله بیاید چون تو من زنگش نزدیم تو حاج باب رفته تمام طبق مونت خلو سیکیبه این بچه چه نمیشناسم نمیشناسه سالبرا اینا بچه های جویا ماشاءالله خداوند در عمر جان همین جوانی که در این ایستاده است برکات عطا کند میزاد یک شخصیتی باشد که سهمش در همین جمعیت برسد علی اکبر یار بزرگ صدام افراد بشید بهترین سکس رو شیر علی صدام با سلام گویید زنده باشن و او باش یک خیجن حاضر مونده اینا مخصوص برای بچه‌ای که تقسیمون میرن چون یک ما انانه داریم چی در معرکه های عروسی و دامادی یا که ختنه سور و چی در افطاری ها اول سر کرده برای مردمی
بیمار که در این دیار هستن اولا آنها رو سراغ کنید. کسی لاچری اوچگیر و یا ارزو کرده باشه من خدا خواهد محکم کنم لاچر را. سلام از تیومین، زنده باشد مردم تیومین. البته خدا خواهد آش لخت میکنن، لخت کردن آش نوار میکنیم، بعدا با شما خداحافظی میکنیم. آش خیلی با لذت ببینید که چه خیلی زیبا است این آش. میر حاجی صدرالدین به سلام. Legantor dasi mamul sedvat. سر میکنه اونجا؟ خیلی دوستو الان که وقتی خداحافظی ما هم رسید، کسانی که نو در آمدگی بود خوش آمدید میگم، نوری دیده بود تاج سر گویم و اینچنین خیر مقدم. خدا نگهدارشون باشد. کسانی که دستگیری میکردگی باشن حتما من برای دستگیری کارت ماندگی هستم و نویسن در کامنت که برای چی دستگیری. من تقریبا همین توقع را همیشه برای بیمارایی که در این دیار هست تقریبا 20 نفر هستن، اول برای اونها تمام حاضر کرده تقسیم میکنن. خدا نگهداری شما باشد، باقی سربلند و خانواده باشید. لیم در ایناش برکات خداوندی ریز و ریز باشد و تمام خودم با قوه این تمام گویم طول روز فقط کارهای خیر خوبی را انجام رسانم. باقی سربلند و خانواده باشید.